سلام بر ماهتون، حال احوالتون چطوره؟ اومدم با آموزش یک کیف دلبر که با نخ کاغذی میبافیم. از اونجایی که نخ من نخ رافیای تابیده هستش و چون خیلی دستم سفته میام از قلاب شماره 3.5 استفاده میکنم. خب منتها اگه شما دستتون شل و متوسطه از قلاب شماره 3 استفاده کنید. برای شروعش اول از کفی شروع میکنیم. زنجیره شروع رو میزنید برای کفی. زنجیره هایی که زدم 40 تاه. البته اینجا کمتر زدم چون فقط میخوام آموزش رو بگیرم. من بافت کفی رو انجام دادم. برای شروع از پای کوتاه میخوایم شروع کنیم. داخل آخرین پایه و اولین پایه باید 5 تا پایه کوتاه بزنید. یه زنجیره شروع رو میزنید داخل زنجیره اولتون 5 تا پایه کوتاه میبافید. داخل یه زنجیره ببافید. 5 تا پایه رو که بافتین داخل تمامی زنجیره های وسطی که دارین هر کدوم یکی یه دونه پایه کوتاه بزنید تا برسه به آخرین دونه‌تون. آخرین دونه که رسیدین توی اینم 5 تا باید پایه کوتاه بزنید که من زدم. پس اولین و آخرین زنجیره هر کدوم 5 تا کوتاه میخوره. هر تعداد پایه‌ای که این سمت داشتین، یعنی همون تعداد زنجیره‌ای که داشتین که بر من 48 تا بود، 48 تا هم باید این طرف پایه کوتاه داشتم. 49مین پایه از این ور 5 تا خورده. 50مین پایه هم از این سمت، ببخشید زنجیرم از این سمت 5 تا پای خورده. پس پایه های من میمونه، تعداد زنجیرهای من وسط 48 تا. 48 تا این طرف بافتم، 48 تا پایه هم اون طرف میبافم. ببینید رسیدم به اول بافتم. میام دقیقاً داخل پایه کوتاه اولی که داشتم یه دونه بس میزنم. بچه‌ها پایه کوتاهایی که این سمت داریم 5 تا، خب اینا رو مارکدار کنید این طرفم که با پایه های وسط قاطی نشه. حالا دلیلش الان میخوام بهتون بگم. 5 تا پایه که اینجا دارین ببینید یه زنجیره شروع میزنم داخل هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه میزنم که بشه 10 تا پایه کوتاه. فقط این قسمت میشه 10 تا پایه کوتاه. دوباره میام این قسمت وسط، چون بافت کفی رو من خیلی آموزش دادم اینجا فقط حالت تئوریشو بهتون میگم. من اینجا کامل بافتشو زدم با همون 50 تا زنجیره‌ای که بهتون گفتم. خب ردیف دوم یعنی رج دوم شما میایید این قسمت 5 تایی که دارید و این قسمت 5 تایی که دارین هر کدوم 2 تا پایه کوتاه میزنید که این طرف میشه 10 تا این طرف هم میشه 10 تا. همچنان وسط باید تعداد پایه هم ثابت باشه. من نمیدونم شما با چه تعداد زنجیره شروع کردین، احتمال داره کیف شما یه خیلی بزرگتر یا خیلی کوچکتر از کیف من باشه. پس اگر مثال دارم میزنم این ور 10 تا پایه هست این ورم 10 تا، ولی این گوشه که دارم اینم 10 اینم 10. اگر مثل من بافتیم من اینجا 48 تا وسط پایه دارم، 10 تا ردیف دوم این طرف، دوباره 48 تا پایه 10 تا هم این طرف. ردیف سوم این قسمت که میگم مارک دار کنید. خب اینجا ردیف سوم یک بار یکی در میون اضافه میکنید، عین قانون گردبافی. این طرف هم همونو تکرار میکنید. ردیف بعد 2 تا در میون اضافه میکنید، ردیف بعد 3 تا در میون، ردیف بعد 4 تا در میون تا اون اندازه‌ای که دوست دارید. پس قانون گردبافی رو برای ضلع‌های کیفتون فقط اون قسمتی که گفتم مارک دار کنید سنجاق بزنید، فقط این قسمت قانون گردبافی رو شما تکرار میکنید تا اون اندازه‌ای که دوست دارین کفی رو میبافید. خب دختر ببینید من کفی رو بافتم تموم شد. برای شروعش ببینید دقیقاً بس که زدیم به همین جایی که بس زدیم یه پایه متوسط میزنم بدون اینکه هیچ زنجیره‌ای زده باشم. یه دونه پایه متوسط دقیقاً همونجا میبافم. میام 2 تا پایه جا میذارم نمیبافمش. 1 2 پایه سوم 5 تا بلند. قشنگ مشخصه که من اینجا رو این رج رو کلا ببینید جا انداخته. همه رو کامل یک دور بافته بودم ولی
از اونجایی که فیلم حذف شده بود، یعنی من از 3 رج بافته بودم ولی دوباره شکافتم که براتون از اول کامل فیلمشو بگیرم، چون از رجای بعدش میگرفتم متوجه نمیشدیم. ببینید 5 تا پایه رو بافتم، دوباره میام 2 تا پایه رها میکنم، یعنی نمی بافم. پایه سوم یه پایه متوسط، دوباره 2 تا پایه جا میذارم، نمی بافم. پایه بعدی 5 تا پایه بلند می بافم. پس بافتش به حالت صدفی هستش، فقط این قسمت وسط بین این 5 تا پایه‌ای که داریم باید یه دونه پایه متوسط ببافین. 2 4 5. دوباره 2 تا پایه نمی بافم، جا میذارم. پایه بعدی یه پایه متوسط. به همین ترتیب این رج رو دور تا دور تکرار کنید. ببینید من ردیف اول رو تکمیل کرد. ببینید سر پایه من نمیام بس بزنم و ادامه باف رو برم، میام تو دل پایه، توی دلش. خب پس سر پایه نه، نگاه کنید اینجا مشخصه این سر پایه منه، اینجا نه، توی دل پایه که میشه اینجا. خب اینجا هم همینطور توی دل پایه من یه بست میزنم. خب 3 تا زنجیره شروع میزنم، میشه یه پایه بلند. همونجا تو دل پایم 2 تا پای بلند دیگه میبافم که با این 3 زنجیره میشه 3 تا بلند. 1 2 توی سومین پایم یه پایه متوسط میزنم، دوباره 1 2 تا پای رها تو دل پایه متوسطم، میام 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. دوباره میام داخل 1 2 سومین پایم یه پایه متوسط میزنم، دوباره 1 2 میرسم پایه متوسطم، سر پایه نه، توی این دلش شروع میکنم به بافت 5 تا پایه بلند. اگه ببینید یه کوچولو بافت سختی داره ولی خب نتیجهش خیلی جذابه. به همین ترتیب این رج رو دور تا دور ببافین. انتهای رج رسیدین دست نگه دارین. یه نکته داره که بهتون میگم، انتهای رج که رسیدین داخل همون پایه 2 تا پایه بلند میبافید. حالا من چند رج بافتم بعد ادامه رو براتون گرفتم. بعد از این تکرار رج اوله. ببینید 2 تا رو که بافتم بست میزنم دقیقاً سر سومین زنجیره. دوباره رج اول رو تکرار میکنم، یعنی 2 تا زنجیره، همینجا یه پای متوسط، داخل این پای متوسط هم 5 تا بلند و همینطور دور تا دور تکرار میکنم. ببینید قشنگ توی دلش ببافین این شکلی تمیز میشه. یه نکته که هست میخواستم بگم، میتونید پای کوتاه هم بزنید ولی امکان این که پاره بشه هستش. پس پای متوسط چرا میزنیم؟ چون که کار محکم بشه. این کار رو تا بلندی دلخواهتون انجام بدید